این برای امتای محمد علیه السلام چیکار کرد؟ انشاءالله این سوال داد. پیامبر گفتن کسی که گفتن قربانی نکند میتواند قربانی کند، پول مالش هست، چیز و چارش هست. روز قیامت گفتن یهود و نصاراها که من حشرش میشه. کسی که قربانی خدا خواهد انشاءالله این کار کند، پول مال دارد، خانهش اینجاست، اگر قربانی نکنی روز قیامت با همراهی یهود و نصارا حشر میشه. پیامبر فرمود که کسی که قربانی اگر نکند با مسجد ما نزدیکی نکند، نکند با مسجد ما نزدیکی. باید انشاءالله خدا خواهد مسلمان انشاءالله یک سال یک بار سنجش الهی بگذارد. این سنجش الهی عبادت چی؟ مالی از خدا خواهد انشاءالله. عبادت مالی خدا خواهد انشاءالله چیکار کردن؟ سنجش از الله سبحانه و تعالی گذشتن از خدا خواهد انشاءالله. عزیزان من حرکت کنیم انشاءالله خدا خواهد. همه وقت امروز خدا خواهد زمانهای تینجی، امروز بیادر شکری خدا که همه امروز خدا خواهد انشاءالله تینجه، همه آسایش خدا نعمتش بسیار بارند، همه ناز و نعمت بین خدا خواهد انشاءالله. اکنون دوری چی خدا خواهد سنجش الهی بجا آوردن است که نه انشاءالله خدا خواهد. یک از تا 7 کس گوسفند گاو شتر خدا خواهد انشاءالله، یک از تا 7 کس خدا خواهد اجرا کرد. گوسفند بز باشد یک کس انشاءالله خدا خواهد نشد بزن یک سالاش خدا خواهد انشاءالله چیکار کنین میشود. و کلاناش خدا خواهد تا 7 کس خدا خواهد، 2 کس هم که نمیشود، 3 کس هم که نمیشود، 7 کس آخر 7 زیاد نمیشود قربانی بند، 8 کس ممکن نیست. لیکن با همه 7 کس یک تد اگر خدا خواهد کافر باشه هم نمیشود. یا نبرد 7 کس نمازهاش آمد، به نماز هم باشه نمیشود، به نماز برای گوش میکنن، به نماز اون سیاه و چی نمیکنم فقط برای گوش خری میکنه خلاص. نیت گوش ده میگه بدم بازارم بخرم گوش خرم. اگر یگان تر نیت گوش باشه 7 کس 7 کس قربانی قبول نیست. نیت اورجینال که خدا خواهد شد فقط برای رضای خدا. کتاب مختصر باب اوزشن میگه و کسی که میگه مرید اللحم فقط برای خواهش گوش باشد قربانی هر حرف قبول نیست. برای خلافت پیش از کردن هر حبت مسیحیت خوب کرگی ارگینال کردن. نیت خالص باشد برای الله خدا خواهد انی بده قربانیش نبند. انا خدا خواهد بعد خدا خواهد چیکار میکنید؟ خدا خواهد انشاءالله خوردن میگیری، انا بعد خیر کردن میگیری خدا خواهد انشاءالله. نیکی تاوای نیت طوری باشد، تاوای انشاءالله خدا خواهد انشاءالله. نماز خانه قطع جوره که خدا خواهد انشاءالله. ولی به نماز خانه حال به چیه فقط برای گوش میکنن، چونکه به نماز هیچ چیز قبول نیست. اما کتابای فتوا عربی به نماز هیچ نه دعاش قبوله، نه خیرش قبوله، نه احسانش قبوله. خدا قبولش نمیکنه، چونکه خدا اولا چیه؟ نماز خدا خواهد انشاءالله برای ما شما فرض کرد که اول نماز بخون، بعد کارهای خوب پیش کش بعد. این کارهای خوب برای دنیا کنم دنیا نمیاد، نه که پگاه در آخرت نیست عزیزان من. پگاه آرا نشه پیش الله نبود خدا خواهد اجر نیست. روز قیامت خدا خواهد سوره کهف آخرین آیاتاش نه الله سبحانه و تعالی بیان میکند بنده میرفت از پیش الله. خدا میگه که ای بندم به مقصدت نرسیدی، من در دنیا همه ناز و نعمت دادمت، مرتبه ها را دادمت، کرسلا دادمت، در تلویزیون بولمد تعریفت کردم، در گازیت ها صورت ها بولمد، جنب فلا را دادمت، کرسی های ملایمک نشیشتی، فرمانی مخلوقا را کری. اگر امروز فرمانی من میکری ان امروز جنت بود، الاکت نه جنت نیست. توی گفتی شیطان ند اومده فیلم نکن، کاری خوبم کن، کاری آخرتم کن، هر چه یک جای بر. من نمیگوش ما کار نکنه، کار بکنه. بیکاره چه دشمنی خدای، لیکن نیرنگ نکن، حرام نکن، دزدی نکن، کاری وای نکن خدا خواهد. نماز خوان انشاءالله خدا خواهد، طوری معامله کن، طوری رفتار کن، طوری گفتار کن خدا خواهد انشاءالله. بعد اجر میگیری، بعد انشاءالله خدا خواهد مکافات میگیری. بنابراین انشاءالله خدا خواهد اولا که نماز میرسد، نماز انشاءالله خدا خواهد برپا کنیم. وقتم شده است عزیزان من. انشاءالله خدا
فرصت یا جمعه دیگر کدام مال ها می شود، کدام مال ها نمی شود، کدام طرز کشتن در کار، چیکار کردن در کار. انشاءالله خدا خواهد فرصت یاد الله سبحانه و تعالی نموریم. اگر زنده باشیم خدا خواهد انشاءالله با شما عزیزان انشاءالله خدا خواهد هم صحبت میشیم. مبادا عمر با آخر رسیده باشد انشاءالله چقدر یکی در دیوار بود این امانت ها ما خدا خواهد رسونده سادیم برای شما. لیکن شما خدا خواهد اجرا کننده است عزیزان من. این سرا خدا خواهد اجرا کنه، این سرا خدا خواهد با آخر رسونه. خدا خواهد طاعت عبادت الحمدلله من این ده هم یاد روز خدا خواهد ده هم فضیلت نه انشاءالله خدا خواهد صحبت میکنیم بتونین در این ده خدا خواهد انشاءالله روزه گیریم. چند روزه گیریم همون قدر انشاءالله اجر دارد، همون قدر خدا خواهد مکافات داد. چون ده خدا خواهد چی است؟ حج است. الحمدلله حاجی ها خدا خواهد حج میکنن یا ترویه است، عرفه دارد، روزی عید دارد انشاءالله خدا خواهد با بدیوه 3 روز خدا خواهد یعنی با طاعت عبادت ها دارد. الحمدلله چند قدر مکافات ها در پیش است. این مکافات را خدا خواهد انشاءالله از دست نتیم. همه ما حرکت کنه خدا خواهد انشاءالله این ساج کنیم با آخر رسوندن انشاءالله خدا خواهد این روزها را همه خدا خواهد غنیمت بدونیم. غنیمت دونسته حرکت کنه انشاءالله خدا خواهد کنیم این مسئله انشاءالله خدا خواهد هوشیار شویم.